میگن این غذا بیشتر از 1000 سال خدمت داره. قیمتش هم آخر ویدیو بهت میگم. امروز یه دونه سفارش دارم. این غذا غذای اصیل ترکمنیه. دسته‌بندی داغونه، ترکیده. غذای امروز من چک درمه است. توی بعضی ویدیوها دیدم میگن چک درمه، ولی فکر کنم چک درمه درسته. چک درمه اصیل و ترکمنا درست میکنن و این که با گوشت گوسفنده، این با گوشت مرغ. این از ظاهرش رونم هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. برنجش هم زعفرون داره، هم یه ادویه خاصی شبیه کاریه که همون ادویه رو مرغش هم داره. یه مرغ خوش طعمیه که اصلا بو نمیده. این ولی غذای متفاوت و خوشمزه‌ایه. ولی کاش با گوشت بود، نه؟ همه چی رو ما تهرانی‌ها تهرانیزه میکنیم. برنجش کاملا ایرانیه، خیلی خوب دم کشیده و عالی، خیلی خوش طعمه. عطرش هم خیلی خوبه و من واقعا این غذا رو پسندیدم، خیلی خوشمزه است. یه دونه دوغم گرفتم. چه صدا نداد؟ جاتون خالی. بعد یخ مینداختم، اصلا خنک نبود. از رستوران چلوپز نواب گرفتم که اینم فاکتورش. بودو بقیه ویدیوها من ببین که همینقدر خوشمزه است. بودو بیا تو قلب دختر. فعلا